اسماعیل میرزایف دانشجوی دانشگاه دعوتی خوجند و نام اکادمی باباجان غفوروف میباشد و امروز با شکایت درد گوش به نزد طبیب آمده است. میگوید که در وقت‌های خالگی بیشتر از گوشمانک گارنیتور تلفن استفاده کرده موسیقی گوش میکرد. عاقبت این به پس شدن شنوایی گوش چپش آورده رسانید. چوکش آورد. در وقت‌های آخر من بسیار از زیاد استفاده بردن نواشنیک یک چند نقصان‌های در گوش پیدا شد. با مراجعه شما در مورد تشخیص مقدار می‌دید کدام نقصان‌ها پیدا شده است. گوشمانک به حیات انسان ضرر و هم خطر دارد. عاقبت زیاد گوش کردن موسیقی با گوشمانک و پس شدن حالت شنوایی آورده میرساند. 4 سال اخیر گرفتاران درد گوش زیاد شده است که اکثریت این بیماران را جوانان تشخیص میدهند. متخصصان سبب‌های این بیماری را از معیار زیاد استفاده بردن گوشمانک میگویند. همین چیز تاثیراتش внутренний ухо میشد. گوش درونی بود. این چیز همین گوش درونی تاثیرات که گیرده تو معنی میاد سنتر گوش ухо. حسابی همین نورید آوازو شواز پیدا شده ها یا می کسی لهای آوازش با من بسیاری آوازی وای کار میفرمان آدم‌ها ناوشنیک اون ناوشنیک‌های آوازی کار میفرمان میگوشون بعضی‌ها انی ادریکش میگیرد اون گریباک باشه ایناش میگذارند گریباکش بعضی‌ها همون پاستیان شب هم کده خون میرن بسیاری‌ها کار فرمودن این تاثیرات این معنی مونده میکند. در پرسش سریراهی معلوم شد که جوانان امروز بیشتر وقتی خود را با استفاده از گوشمانک میگذرانند. استفاده میکنند. آیا معیار استفاده ناشنیک شما میدونید؟ نه که ناشنیک از زیانش هست از زیان استفاده میکنند. معیار خودش دارد. تو بده از زمان همین که زمان ترقی افتادگی و جوانای هم ترقی افتادنده. آیا شما اندازه استفاده ناشنیک رو میدونید؟ که در یک چند سال استفاده میکنن ناشنیک را. رای نقلیات که نگاشتن آپاز این گذرم میان کوچیک میزد گشتن نوشنیک به احضار میگذرد. امروز در بین جوانان با صدای بلند گوش کردن موسیقی به قول مد شده است. تلفن در دست یا در جیب گذاشته به واسطه گارنیتور در کوچه ها میگردند. با این حالت نه تنها قاعده حرکت در راه را ویران میکنند، اینچنین به حیات خود بی‌طرف بودن را افاده میکنند. مسئولین بازرسی دولتی اتومبیلی همه روزه در بین شهروندان کارهای فهماندهی میگذرانند. یکی از سمت کار آنها این با گوشمانک تلفن در راهها حرکت کردن به حیات انسان خطر دارد. از جانب کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی هنگام گذراندن ثبوت واقعه در مؤسسه تعلیمی ساحه معارف در خودروی اتومبیلی و هم بین رانندگان صاحب وسایل نقل شخصی این گونه حالت‌ها البته فهمیده میشه. در خانه‌گذاری جمهوری تاجیکستان برای استفاده بردن تلفن‌های موبیلی یا خود استفاده تجهیزات اکراندار نمایش دهنده که در پیش داخل سالن وسایل نقل نصب کرده شده است هنگام حرکت استفاده بردن قانونگذار جوابگیری برای تنها رانندگان وسایل نقل پیش بینی نموده است، اما برای پیاده‌گردان برای استفاده بردن گوشمانک‌ها یا خود به اصطلاح جوابگیری پیش بینی نشده است. اسماعیل میرزایف امروز از نزد دکتر برگشت برایش رویخط داروها را نوشتند. در برابر این تاکید کرده است که از گوشمانک کمتر استفاده میکند. اکنون انتخاب حیاتی من بعد سالم از طرف اسماعیل است. او جوان است و باید آینده سالم خود را فکر کند.